و برادر سوال کردند که دست برداشته دعا میکنیم بعد در چهره میکشیم، از نظر شریعت به ما میفهماندید که این عمل درست است یا نیست؟ البته در مسئله دست برداشتن و دست یا نبرداشتن و به چهره مالیدن ما در چندین سوال ها جواب دادیم، لیکن بار دیگر جواب میدهیم مختصرا که در سه حالت دست رو برداشتن سنت است و در سه حالت دیگر دست رو برداشتن بدعت است و در دیگر حالت ها اختیاری است. سه حالتی که سنت است در روزی یا که در نماز ویتر واجب وقتی که انسان دست می بردارد دعا می کند، البته این سنت است. در نماز ویتر وقتی که دعای قنوت می خوند انسان باید دستش رو بردارد و این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و دومش در روز عرفه، در روز حج عرفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دستهای خودشون رو برداشتند و دعا کردند. و در روز عرفه وقتی که به حج می روید دست رو برداشتن دعا کردن، البته این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و حدیثی صحیح ثابت شده است. و سومینش که دست رو برداشته دعا کردن در این حالت جایز است در طلب باران. نه فقط جایز است، سنت است. در طلب باران وقتی که طلب باران دعا میکنید دست رو برداشته دعا کردن سنت است. نه فقط دست رو کمی برداشتن، بالا برداشتن سنت است. حتی در دعاهای روز جمعه وقتی که طلب باران میکنید دست رو برداشته دعا کردن این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. یعنی در سه جا دست رو برداشتن سنتی مؤکد است. در سه جای دیگر بدعت است. اولینش وقتی که امام روز جمعه خطبه میکند، در خطبه اول یعنی امام عادتا نگرید به زبان عربی دو خطبه میکرد، یک خطبه میکند بینش یک 5 سکون 10 سکون میسد با خطبه دیگر میکرد. در همین جلسه، در همین 5-10 سکون که امام بین دو خطبه میشیند، در همین جا بسیار انسان ها دست رو برداشته دعا میکنند که البته این بدعت است. این وقتی قبول دعا است، اما دعا رو دست رو نبرداشته باید انسان انجام میدهد و این با حدیث صحیح دلالت آمده است. و این چنین دومین مکانی که دست رو برداشتن بدعت است، این وقتی که سمع الله لمن حمیده گفته از نماز راست میشوید، از رکوع راست میشوید، بعضی از انسان ها هستند که دست خود رو میبردارند و ربنا ولک الحمد گفته دعا میکنند. این هم البته بدعت است، دست رو برداشتن جایز نیست. و مکان سوم البته کسی اعتقاد بکند که بعد از نمازها فرض باید دست رو برداشته شود، هر دفعه باید دست رو برداشته شود، این چنین اعتقاد کنند، البته این هم بدعت است. اما در دیگر جایهای باقی مانده، در دیگر حالت ها دست رو برداشتن و نبرداشتن هر دوش هم جایز است. مثلا بعد از اذان در بعضی حالت دست رو میبردارید و در بعضی حالت نمیبردارید، اما نبرداشتنش بسیارتر آمده است. اما در مسئله رو به روی مالیدن، البته به یک قول، به یک سخن همه علما میگویند که به روی مالیدن این چی است؟ به اتفاق علما، اجماع نیست لیکن اتفاق است. به اتفاق علما بر روی مالیدن دست بعد از دعا این چی است؟ این بدعت است و این حدیث هایی که در این مسئله آمده است همش ضعیف است. در حقیقت 6 حدیث و یک روایت از مرسل از امام زهری آمده است، همش ضعیف است. بارک الله فیکم. و این بود جوابی برادر که به ما سوال کردند.